مبارزه جک پاول و مایک تایسون که اخیراً سرصدای زیادی به پا کرده یه مبارزه عادی نبوده، بلکه یه رویداد بزرگ بیزینسیه. تو این ویدیو میخوایم به حقایق پشت پرده درآمد نجومی این مسابقه بپردازیم. برای درک بهتر خیلی خوبه که معرفی کوتاه از هر دوی این مبارزین داشته باشیم. مایک تایسون قطعاً برای همه ما نام آشنایه، ولی جک پاول کیست؟ جک جوزف پاول یا همون جک پاول متولد 17 فوریه 1997، مشهور به جک پاول، یک یوتیوبر، بازیگر، بوکسور، کمدین و خواننده رپ اهل آمریکاست. او از طریق شبکه اجتماعی واین به شهرت رسید و بعد به شبکه دیزنی و سریال بیزردبارک پیوست. پاول پس از جدایی از دیزنی برند رسانه‌ای مستقل خودش رو تأسیس کرد و شروع به تولید و انتشار ویدیوها از طریق یوتیوب نمود. اینجا بیاین یه تیکه از موزیک ویدیو It's Everyday Bro اونو ببینیم. With the Disney Channel flow, 5 mil on YouTube in 6 months, never done before. Past all the competition, man. PewDiePie is next, man. I'm popping all these checks, got the brand new Rolex. قبل اینکه بخوایم به درآمدهای کلی مسابقه اشاره کنیم، یه نگاهی میندازیم به میزان سرچی که کلمه مایک تایسون و جک پاول توی اینترنت و یوتیوب شده. همونطوری که میبینید توی وب سرچ و یوتیوب تو 5 سال اخیر این مسابقه منجر به بیشترین سرچ کلمه مایک تایسون و جک پاول شده. خب برای یوتیوبر چی میتونه بهتر از شهرت باشه؟ حقیقت این مسابقه اینه که جک پاول 4 سال پیش پیشنهاد این مسابقه رو به مایک تایسون میده و نتفلیکس، رسانه‌ای که برای پخش فیلم برای اولین بار یه رویداد بزرگ ورزشی رو تحت نشرات زنده خود قرار میده. این اولین رویداد ورزشی زنده حرفه‌ایه که در نتفلیکس پخش میشه. یه خانواده 500 میلیونی با 270 میلیون دنبال کننده. جالب اینجاست که بدونید جک پاول و مایک تایسون پاداش نجومی بابت این مسابقه دریافت میکنن. مبلغ خیره کننده 40 میلیون دلار برای جک پاول و 20 میلیون دلار برای مایک تایسون. همچنین مسابقه رکورد فروش بلیط‌های بوکس خارج از لاس وگاس رو داشته. همونطوری که جک پاول ادعا کرد مبارزش با مایک تایسون میتونه رکورد 22 ساله بیشترین درآمد بلیط فروشی رو برای مسابقه خارج از لاس وگاس بشکنه، این اتفاق افتاد. بلیط‌های رقابت مایک تایسون و جک پاول از 37 تا 50 هزار دلار متغیر است و همچنین پکیج‌های VIP با ارزش 2 میلیون دلار عرضه می‌شود. در این مبارزه جنگجویی که در ورزشگاه AT&T خانه تیم دالاس کاوبویز برگزار شد، میزبان 70,000 تماشاگر بود. این رویداد با فروش بی سابقه بلیط به ارزش بیش از 17.8 میلیون دلار بالاترین رکورد فروش بلیط در تاریخ بوکس آمریکای خارج از لاس وگاس را ثبت کرد. این همه داستان نیست. قطعا همچین مسابقه‌ای شرط بندی‌های جنگجویی داره. اگه به یکی از این شرط بندی‌ها اشاره کنیم، ضرر میلیون دلاری اونیله. اونیل اسطوره بسکتبال جهان و آمریکا که در دوران بازنشستگی به سر میبره، روی پیروزی مایک تایسون مقابل جک پاول 1 میلیون دلار شرط بسته بود. این تنها یه دونه از شرط‌بندی هایی که ما میدونیمش. خیلی پلتفرم‌هایی هستن که کاربراشون به صورت محرمانه میتونن شرط بندی کنن و اینکه چه ارقامی روی مسابقه مایک تایسون و جک پاول بسته شده قطعا رقم بزرگی بوده. این مسابقه 8 راند 2 دقیقه‌ای بود و جالب بدونید با دستکش‌های 4 اونسی به جای 10 اونسی معمول برگزار شد. جک پاول توانست با رای داوران مایک تایسون 58 ساله را در 8 راند با نتیجه 74-78 شکست داد. جک پاول یوتیوبر 27 ساله که اکنون به بوکسور حرفه‌ای تبدیل شده، در واکنش به انتقادات گفته بزرگترین فروش بلیط در تاریخ بوکس آمریکای خارج از لاس وگاس رو داشتیم. آمار دروغ نمیگوید. مردم میخواهند این مبارزه را ببینند و این دستاورد شگفت انگیز است. این رویداد با استقبال بی سابقه طرفداران بوکس مواجه شد. علیرغم انتقادهای گسترده‌ای که درباره اختلاف سنی قابل توجه این دو مبارز، باز هم تونست یکی از پرفروش‌ترین رویدادهای ورزشی سال بشه و اولین پخش زنده بوکس برای پلتفرم استریمینگ نتفلیکس رو رقم زد. شما از یه طرف کلکل‌های تایسون و پاولو توی جریان نتفلیکس می‌بینید و از یه طرف دیگه می‌بینیم که خود جک پاول یه ویدیو گذاشته که مامانش میگه من می‌خوام با مایک تایسون مبارزه کنم. مامانش میگه با مایک تایسون خدای من تو رو نکوت نکنه. و بارها توی کلیپاش جک پاول به این نقطه اشاره کرده که مایک تایسون قهرمان دوران کودکیش بوده و این براش یه رویاست که با قهرمان دوران کودکیش توی رنگ واسه مسابقه بره. خب الان اگه جریان کلی دیده باشیم می‌بینیم که این پرسه کاملا تجاری بوده و جک پاول زیرک که یوتیوبر موفقه تونسته با تکنیکاش یه مسابقه پرفروش رو رقم بزنه، با پلتفرم بزرگ مثل نتفلیکس قرارداد ببنده و اینکه در آینده میخواد چی کار بکنه قطعا غیر قابل پیش بینیه.